بخوره خودش بره. آقا مگه میشه همچین چیزی؟ چه میدونم آقا جونتونه دیگه. خب کاش یه ذره باهاش صحبت میکردیم. چی بگم بهش؟ نمی‌دونی چی بگم بهش. به به عروس خانوم کجا با این عجله؟ سلام شیرین خانم. ماشاءالله هزار ماشاءالله. چقدر قشنگ شدی. شما برین پایین من الان میام. شهرزاد جان خواهش میکنم. سیمین مبارک باشه. خونه اعیونی و مال و منال بریز و به پاش و رفتال آب. آدم باید خیلی چشم و دل گشنه باشه که اینجوری خودشو بچسبونه به یه فامیل اسم و رسم دار. به پا از حول حلیم نیفتی تو دیگر روز خانم. ما باید خیلی پیشتری ها هم دیگر رو میدیدیم. خیلی حرفا بود که من میخواستم به شما از قدیم گفتن کبوتر با کبوتر باز با باز. من حرفی ندارم با امثال شما بزنم. چیزی میخوای بگی به آقا جونم میگی، اونم اگه صلاح بدونه به من میگه. من با پای خودم اینجا نیومدم. جدا؟ پس با پای کی اومدی؟ نکنه شلی، چلاقی، چیزی هستی؟ شایدم پات چوبیه ها؟ ببینم. گوش کن خانم جون. من به خواست خودم این لباس رو نپوشیدم که الان بابتش به شما جواب پس بدم. نمیخواد بترسی حیوونی. به آقا قباد میگم حواسو داشته باشه. من بگم گوش میکنه. از این به بعدم بیشتر مواظب رفتارت باش. برو. تک و فامیلت منتظرتن. چی تو گوشت پیچ میکردی باجی متروکه؟